سلام دوستان، اگه میخواید طرز تهیه این آش خوشمزه و لذیذ رو یاد بگیرید لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. ابتدا مقداری جو، عدس، بلغور، لوبیا و نخود رو میریزیم داخل قابلمه. جو و بلغور رو هم میتونید استفاده نکنید. من به خاطر خواص زیادی که داره معمولا استفاده میکنم، ولی شما میتونید استفاده نکنید ازش. ولی خب آش رو هم خوشمزه تر میکنه، هم مفید تر میشه. مقداری آب رو اضافه میکنیم و میذاریم تا بپزه. وقتی که جوش اومد کف مواد رو میگیریم که یه وقت در موقع پخت سر نره. برای خوشمزه تر شدن آشمون مقداری آب مرغ رو هم اضافه میکنیم. وقتی که موادمون به مدت 2 ساعت پخته شد، سبزی آش رو هم اضافه میکنیم تا به مدت 40 دقیقه بپزه. و حالا رشته های آش رو اضافه میکنیم و میذاریم حدود 5 الی 7 دقیقه بپزه. خوب هم میزنیم و در آخر کشک و ماست رو اضافه میکنیم. خوب هم میزنیم تا کامل صاف و یک دست بشه و به این شکل در بیاد. حالا بریم برای آماده کردن موادی که برای تزیین آشمون لازم داریم. 3 عدد سیب زمینی متوسط رو رنده میکنیم و آبش رو کامل میگیریم. به سیب زمینی رنده شده، گوشت چرخ کرده، پیاز رنده شده، نمک، فلفل، ادویه، زردچوبه و 3 قاشق غذاخوری آردر نخود رو اضافه میکنیم. یادتون نره که آب پیاز رو بعد اینکه چرخ کردید یا رنده کردید حتما کامل بگیرید و به موادتون اضافه کنید. حالا کمی برز میدیم تا مواد کامل با هم ترکیب بشن. حالا موادی رو که ورز دادیم میذاریم داخل یخچال تا کامل خودشو بگیره. حالا 40 دقیقه که تموم شد کوفته قلقلیا رو روی یه ظرفی میچینیم و آماده میکنیم برای اینکه توی روغن سرخ کنیم. و بعد سرخ شدن باید به این شکل ترد و خوشرنگ و خوشمزه در بیاد.
برای پیاز داغ روی آشمون حدود 5 الی 6 عدد پیاز متوسط رو نگینی خورد میکنیم. حالا پیازمون آماده سرخ شدنه. پیاز که به این حالت در اومد، یک قاشق غذاخوری نعنای خشک رو بهش اضافه میکنیم و کمی تفتش میدیم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لطفاً برای حمایت از من کانالمو سابسکرایب کنید و دکمه لایک رو بزنید.